چون ما هدفمون یک چیزه، صنایع دستی جایگزین نفت. یک فیلمی رو من توی اینستاگرام خودم گذاشتم که فرمایشات حضرت آقاست در طول سالیان که آرزوی ایشون هم اینه که در چاهای نفتمون رو ببندیم. ای کاش می توانستیم ما اون حرفی رو که بنده 20 سال قبل گفتم، آرزو میکنم یک روزی در چاهای نفتمون رو ببندیم. این ممکنه. جایی که میفرمان من آرزو میکنم در چاهای نفتمون رو ببندیم، من میگم آقای من، مولای من، در چاهای نفت رو میبندیم. از حضرت آقا به یک اشارت از من به سر دویدن، حتما صنایع دستی رو جایگزین نفت خواهیم کرد.